عرض سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و همراهان گرامی کانال ایتی کریپتو. من علیرضا هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز در خدمتتون هستیم با تحلیل رمزارز XRP USDT یا همون ریپل بر پایه USDT. ابتدا توی تایم فریم ماهانه میایم این رمزارز رو بررسی میکنیم. همونطور که مشاهده میکنید این رمزارز توی تایم فریم ماهانه توی یک چنل صعودی قرار داره و هر کدوم از این کندل ها برای یک ماه هستش، یعنی بعد از یک ماه کلوز میشه و بسته میشه. خب همونطور که میبینید توی این تصویر بعد از اینکه به سقف چنل صعودی برخورد کرده ریجکت شده و حالا توی روزهای آینده مشخص میشه که قصد داره به سمت پایین بیاد یا نه. ولی اگر بازار کریپتو کرش کنه یا دوچار ریزش های سهمگینی مثل اون چه که توی این کندل توی در واقع اپریل 2019 اتفاق افتاده همچین شادویی بزنه، خب احتمال این رو داره که حتی تا 16 هم بیاد. بنابراین خیلی حالا فیوچرز روی این رمزارز پیشنهاد نمیشه. کلن توی تایم فریم هفتگی هم بیایم بررسیش کنیم ببینیم که تو تایم فریم هفتگی به چه شکله. همونطور که مشاهده میکنید یک حمایت بسیار قوی توی تایم فریم هفتگی شکل گرفته توی محدوده $2، یعنی قیمت $2 برای این رمزارز بسیار حیاتی هستش و هر بار به خوبی واکنش نشون داده. حتی چند بار شادو زده و از اینجا ریجکت شده به سمت بالا، یعنی اینکه قیمت تمایل داره به سمت بالا حرکت کنه در حال حاضر و اصطلاحاً توی این روندی که حالا رنج هستش و خنثی هستش به سمت جلو داره حرکت میکنه، میتونه یه جورایی استراحت قیمتی باشه برای شروع یک روند صعودی دیگه. حالا بهتره که توی تایم فریم روزانه بیایم این رمزارز رو بررسی کنیم. توی تایم فریم روزانه من تصویر خود زوم اوت میکنم که بهتر مشاهده کنید. میبینید که بعد از این که یک روند صعودی رو در اینجا شکل داده و از خط EMA 200 گذر کرده به سمت سقف یا همون محدوده حدوداً $3.5 3.29 رسیده و از اونجا ریجکت شده. ببینید چقدر قشنگ اینجا واکنش نشون داده به این محدوده مهم $2 توی تایم فریم روزانه. به در واقع زیبایی مشخص هستش که این محدوده بسیار مهمی هستش واسه این رمزارز. بنابراین ما محدوده $2 رو با توجه به اینکه EMA 200 هم نزدیک به همین محدوده هستش، محدوده حمایتی بسیار قوی در نظر میگیریم و این انتظار رو داریم که از محدوده $2 دوباره به سمت بالا و محدوده $3 و بالاتر تا به سقف چنل برسه. یعنی برای کسانی که میخوان حالا یک سرمایه گذاری کوتاه مدت یا میان مدت داشته باشن، میتونن با ریسک به ریوارد مناسب یک سود حدوداً 60% رو برای این رمزارز برای حدوداً 3 ماه آینده متصور باشن. حالا توی تایم فریم 4 ساعته که دیگه تایم فریم کوتاه مدت یه جورایی هستش میایم بررسی میکنیم. تو اینجا هم خب خیلی نوسانات مختلفی رو داشته ولی خب روند حدوداً رنج بوده و این محدوده رو هر بار تاچ کرده و به سمت بالا رفته. چیزی که محتمل هستش برای ما این هستش که انتظار روند صعودی رو داریم به صورت کلی از این رمزارز و احتمال این که قیمت بخواد از محدوده $2 به سمت پایین بیاد خیلی کمتر هستش. ببینید ما توی در واقع دنیای کریپتو نمیتونیم چیزی رو با قاطعیت عنوان کنیم و هر کسی که به صورت قاطع میاد یه چیزی رو میگه مطمئن باشید یا ترید رو بلد نیستش یا مفهوم ترید رو اصلا درک نکرده. بنابراین احتمال این که روند به سمت بالا بره و قیمت صعودی باشه 60% هستش و احتمال این که قیمت به سمت پایین بره و ریزش کنه 40% هستش. بنابراین ریسک به ریوارد و مدیریت سرمایه‌تون رو داشته باشید. اگر احیانا بخواد رمزارز XRP از این محدوده $2 کرش کنه و بریزه، محدوده‌ای که واسش متصور هستی محدوده 1.6 هستش و پایینتر از اون هم اگر بخواد بریزه محدوده 1.20 هستش، ولی این احتمال خیلی پایین هستش.
بنابراین با توجه به این تحلیلی که خدمتون عرض کردم میتونید برای 3 ماه آینده، حتی 1 سال آینده و بالاتر بتونید یک برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری کنید و این رو هم در نظر داشته باشید که رمزارز XRP یکی از قدیمی ترین رمزارزها هستش و در واقع رمزارزی هستش که توی آمریکا و ترامپ هم خیلی به این رمزارز علاقه داره و جزو دارایی‌های دیجیتال کشور آمریکا قرار بگیره XRP یا همون ریپل. بنابراین از این رمزارز به سادگی عبور نکنید و هر لحظه میتونه با یک خبر فاندامنتال سود بالای 100% به شما بده. فقط باید مدیریت سرمایه داشته باشید و بدونید که در چه نقاطی بهتر هستش که به صورت پله‌ای خرید کنید که خدمتتون عرض کردم که محدوده $2 بهترین نقطه برای خرید هستش. ممنونم از اینکه این ویدیو رو تماشا کردین. لایک و کامنت و سابسکرایب رو یادتون نره، بهم انگیزه میدید با این کار. تمامی تحلیل‌ها و سیگنال‌هایی که توی این کانال قرار میدیم رایگان هستش و امیدوارم که استفاده کنید و پرسود باشید. ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. روزتون بخیر. خدا نگهدار.